آقا سلامی دوباره. امروز امیر یه کاری کرده، حالا گفتم بذار جلو بچه‌ها بگو. الان میخوام برات تعریف کنم. بذار تو تعریف کنم. سلام چه علیک، من افسردم مرد مومن. چته مگه؟ سطله بود اینجا بود؟ اینجا. آره. آقا چه رنگی بود؟ قهوه‌ای بود دیگه. اشتباه نکن، این سفید بود. بر اثر باد و بوران‌ها و مشتری‌های خیلی تمیز و فرهمندی که داشتیم، این سمت رنگ قهوه‌ای تبدیل شده بود. آقا ما تصمیم گرفتیم اینو امروز بشوریم. تصمیم گرفتیم بشوریم و افتادیم به جونش تو همین بالکن. همین بالکن جونش بسابیدن. آقا این رنگش سفید رفت کرد. من هم خوشحال سه قهرمانه اومدم نشستم رو صندلی اینجا. سیگارم رو روشن کردم، من افتخار میکردم به کارم. یه دفعه آقا وسط آفتاب، نه ابری نه بوبری، بادی وزید و گلی پرپر شدن. همین سطل افتاد پایین، همین سطل نبود. رفتم پایین، سطل بود ولی سطل رو باشیدم. داری دیستامندش کردیم. نه دا نگاه از سطل هم فقط همین دره مونده دیگه چون آقا این هم داستانی یه کافه کار میکنی در نمیره سرویس کرد. شاید تا دیگر بدید با اجازه